گرجستان به ارزش $320,000 امریکایی وسایل و تجهیزات امنیتی را به گارنیزون کابل کمک کرد. گلنابی احمدزی رئیس گارنیزون کابل امروز تا این مراسم در کابل گفت که وسایل کمک شده شامل کامراهای امنیتی، اسکرین ها، کامپیوترها و دیگر وسایل می باشد. تا ما بتانیم از این ظرفیت‌های موجود با از امکانات موجود در رابطه با تأمین امنیت در کابل، در رابطه با زدودن اعمال سیاه دشمنای وطن استفاده اعظمی بکنیم. آقای احمدزی گفت این کامراها در آن مناطق شهر که تهدیدات امنیتی در آن بلند بوده و یا جرایم بیشتر صورت میگیرد نصب میگردد. در این حال مایک مشاور استرالیایی گارنیزون کابل میگوید که با وسایلی که با کمک پولی گرجستان خریداری شده است در بخش امنیت کابل تغییرات مثبت رونما خواهد شد. با گفته مایک استرالیا نیز به هدف مسئول ساختن زندگی افغانها در بخش‌های مختلف در افغانستان به کمک‌هایش ادامه می‌دهد.